آیت الله رودباری از لحاظ فیزیکی و مهندسی و قراردادی که شهرداری با پیمانکار داشت به اتمام رسید. حداقل 3 یا 4 ماه جلوتر از موعد قرارداد خودش، با سرعت قابل قبولی که پیمانکار در اجرای این. اما دلایل این که چرا دیر به زیر ترافیک رفت و به بهره برداری رسید معضلی بود که با توجه به عبور تأسیسات برق در حاشیه و از روی خود تقاطع داشتیم و جا به جای این تأسیسات با توجه به اینکه قانوناً صراحت قوانین جاری و ساری کشور با شرکت توزیع برق شهرستان و استان هست، به دلیل عدم توان مالی و تامین منابع لازم توسط شرکت با تأخیر مواجه شد. النهایه ما در خود مجموعه مدیریت شهری به دلیلی که بتونیم پل رو زودتر به اتمام برسونیم پذیرفتیم که اجرای جابجایی تأسیسات هم با خود شهرداری باشه، یعنی تجهیزات رو شرکت توزیع برق تامین بکنه، قرارداد پیمانکار برای جابجایی خطوط با شهرداری باشه.